برزیل سری ترین کشور دنیاست و همینجور بهشت مردان مجرده. آخر ویدیو بهتون میگم که چرا به برزیل میگن بهشت مردان مجرد. برزیل سرزمین رنگارنگی از جنگل‌های بارانی، سواحل بی‌پایان و فرهنگ شگفت‌انگیز، یکی از اسرارآمیزترین و ناشناخته‌ترین کشورهای دنیاست. فراتر از شهرت کارناوال‌های پرهیاهو و فوتبال، این کشور لایه‌های پنهانی دارد که کمتر کسی از آن باخبر است. از قبیله‌های گمشده آمازون که هرگز با دنیای مدرن ارتباط نداشتند، تا پایگاه‌های نظامی فوق سری و رازهایی از دوران استعمار که هنوز در برخی شهرها زمزمه می‌شود، برزیل سرزمینی پر از رازهای سر به مهر است. آیا می‌دانستید هنوز مناطقی از جنگل‌های آمازون وجود دارد که هرگز پای انسان‌های بیرونی به آنجا نرسیده؟ یا اینکه برخی از شهرهای برزیل به مراکز پیشرفته تحقیقاتی با درجه بالای محرمانگی مجهز هستند؟ در ادامه به برخی از این حقایق می‌پردازیم. اولین حقیقت پنهان، قبیله‌های ناشناخته آمازونه. در جنگل‌های آمازون برزیل بیش از 100 قبیله زندگی می‌کنند که هنوز با دنیای مدرن ارتباطی ندارند. این قبیله‌ها با قوانین خاص خود زندگی می‌کنند و اطلاعات کمی از فرهنگ، زبان و سبک زندگی آنها وجود دارد. 2. پایگاه‌های نظامی سری در آمازون. برزیل دارای پایگاه‌های نظامی مخفی در جنگل‌های آمازون است که تحت پوشش تحقیقات زیست محیطی فعالیت می‌کنند. اما برخی از این پایگاه‌ها به عنوان بخش‌هایی از برنامه‌های نظامی مخفی برزیل و متحدانش استفاده می‌شوند. 3. شهرهای طلسم شده و افسانه‌های مرموز. برخی از شهرهای قدیمی برزیل با افسانه‌های عجیبی پیوند خوردند، از قصه‌هایی درباره گنج‌های پنهان و ارواح کاوشگران گرفته تا شایعاتی درباره شهرهای گمشده‌ای که هنوز در عمق جنگل‌های انبوه پنهان هستند. 4. مثلث برمودای آمازون. بخشی از آمازون برزیل به عنوان مثلث برمودای آمازون شناخته می شود، جایی که هواپیماها و کشتی‌ها به طور مرموزی ناپدید می شوند. دانشمندان هنوز توضیح دقیقی برای این پدیده عجیب ندارند. 5. آزمایش‌های پزشکی مرموز. در طول دهه‌های گذشته گزارش‌هایی از آزمایش‌های مرموز پزشکی در مناطق دورافتاده برزیل منتشر شده است. برخی معتقدند که این آزمایش‌ها برخی از تحقیقات بین‌المللی محرمانه بودند. 6. معادن طلا و الماس مخفی. در مناطق دوردست و جنگل‌های آمازون معادن بزرگی از طلا و الماس وجود دارند که هنوز ناشناخته‌اند یا دسترسی به آنها بسیار محدود است. این معادن می‌توانند بر ثروت اقتصادی برزیل تأثیر بگذارند، اما به دلایل محیطی و امنیتی اغلب مخفی مانده‌اند. برزیل با ترکیبی از طبیعت بکر، تاریخ پنهان و رازهای پیچیده یکی از اسرارآمیزترین نقاط روی زمین است. شاید بسیاری از این رازها برای همیشه مخفی بمانند، اما برزیل همچنان به عنوان سرزمین شگفتی‌ها محلی برای کشف و جستجوست. حالا میریم سراغ آخرین نکته که چرا برزیل بهشت مردان مجرد است. سواحل برهنه برزیل به عنوان یکی از جاذبه‌های خاص این کشوره. این سواحل به عشق آزادی پذیرش بدن انسانی و زیبایی تنوع فرهنگی معروف است. از جمله سواحل برهنه معروف در برزیل میتوان به پرایا دو پینتو در ریو دو ژانیرو و پرایا دیتروزا در ناتال اشاره کرد. این سواحل نه تنها برای آفتاب گرفتن بلکه برای تجربه فرهنگی و اجتماعی شناخته میشوند. سواحل برهنه اغلب محلی برای تجمع افرادی هستند که به آزادی و پذیرش بدن خود اعتقاد دارند. مردم در این سواحل به راحتی و بدون قضاوت همدیگر به استراحت می‌پردازند. این سواحل معمولاً قوانینی دارند که شامل رعایت ادب و عدم عکاسی غیر مجاز است. این قوانین به حفظ احترام و آسایش همه کمک می‌کنند. بازدید از سواحل برهنه برزیل یک تجربه متمایز و فراموش نشدنی است که می‌تواند برای هر فردی جالب باشد. اگر به دنبال تجربه متفاوت و خاص هستید، حتما سواحل برهنه برزیل رو در لیست سفرتون بذارید، چون سفری فراموش نشدنی خواهید داشت.